یه لحظه چشماتو ببند و برگرد به یه دورانی که شاید خودت نبودی ولی قصه هاشو شنیدی. یه دورانی که بوی نفت تو هوا پیچیده بود، تلویزیون سیاه و سفید بود و یه جور نوستالژی خاص تو دل خیلی‌ها مونده. یه دوره پر از فراز و نشیب با یه سری چیزای خاص خودش که الان دیگه فقط تو خاطرات و عکسای قدیمی میتونیم پیداشون کنیم. آماده یه سفر کنیم به اون روزها و ببینیم چه چیزایی داشتیم که الان دیگه نداریم. پس بزن بریم که این نوستالژی حسابی قلقلکمون میده. خیلی از ماها وقتی به اون دوران فکر می‌کنیم، یه سری تصاویر کلی تو ذهنمون میاد. مثلا ماشین‌های آمریکایی بزرگ و پرمصرف، لباس‌های رنگارنگ و یه جور حس سرخوشی و اپتیمیسم که انگار تو اون سال‌ها بیشتر بوده. ولی اگه بخوایم دقیق‌تر بشیم، یه عالمه جزئیات ریز و درشت هست که فقط تو همون دوره پیدا می‌شد و الان دیگه جاشون خالیه. یکی از اولین چیزایی که به ذهن خیلی‌ها میرسه، ارزش پوله. میگن اون موقع با یه مقدار کم پول میشد خیلی چیزا خرید. قدرت خرید مردم بالاتر بود و تورم اونقدر بیداد نمی‌کرد. البته این فقط یه جنبه از قضیه است و شرایط اقتصادی اون زمان پیچیدگی‌های خاص خودشو داشت، ولی حسرت اون روزها از نظر ثبات اقتصادی هنوز تو دل خیلی‌ها مونده. یه چیز دیگه‌ای که خیلی‌ها یادش می‌کنن، آرامش و امنیت نسبی بود. میگن اون موقع خیابونا امن‌تر بود و مردم یه جور حس امنیت خاطر بیشتری داشتن. رفت و آمد شبانه راحت‌تر بود و دغدغه‌های امروزی کمتر به چشم می‌خورد. البته بازم میگم که هر دوره مشکلات خودشو داره، ولی این حس امنیت یه نوستالژی قویه برای خیلی‌ها. دوستای قدیمی و جوون، خیلی ممنونم که دارین با من تو این سفر خاطرات همراه میشین و به حرفام گوش میدین. این نشون میده که گذشته برای هممون یه جورایی جذابه و دوست داریم بدونیم زندگی اون موقع چجوری بوده. پس با من باشین که هنوز کلی چیزای جالب دیگه مونده. یه موضوع دیگه که خیلی از قدیمی‌ترها ازش یاد میکنن، احترام و ادب بیشتر بین مردم بود. میگن حرمت بزرگترها بیشتر حفظ میشد و یه جور صمیمیت و همبستگی بین مردم وجود داشت که الان کم رنگ شده. البته این یه حس شخصیه و ممکنه همه باهاش موافق نباشن، ولی این هم جزو نوستالژی‌های اون دورانه. سینما رفتن تو اون دوره یه حال هوای دیگه‌ای داشت. سینماها معمولاً شیک و بزرگ بودن و دیدن فیلم رو پرده عریض تجربه خاص بود. خیلی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما ایران هم تو همین دوره ساخته شدن و خاطرات زیادی رو برای مردم رقم زدن. الان هم سینما هست، ولی اون حس و حال قدیمی یه چیز دیگه بود. موسیقی پاپ اون زمان هم یه حال هوای خاصی داشت. خیلی از خواننده‌های معروف و آهنگ‌های ماندگار تاریخ موسیقی ایران تو همین دوره ظهور کردن و هنوز هم آهنگاشون گوش داده میشه. یه جور سادگی و صمیمیت تو اون آهنگا بود که انگار الان کمتر پیدا میشه. برنامه‌های تلویزیونی اون موقع هم یه جذابیت خاصی داشت. تعداد شبکه‌ها محدود بود، ولی همون برنامه‌ها هم کلی طرفدار داشتن و مردم دور هم جمع می‌شدن تا تماشاشون کنن. سریال‌های قدیمی، برنامه‌های کودک و مسابقات تلویزیونی اون زمان یه جور حس نوستالژی رو تو دل خیلی‌ها زنده می‌کنه. نوع پوشش و مد اون زمان هم خیلی متفاوت بود. لباس‌های رنگارنگ، دامن‌های کلوش، شلوارهای پاچه گشاد. یه جور جسارت و تنوع تو پوشش مردم دیده می‌شد که شاید الان کمتر به چشم بیاد. تفریحات و سرگرمی‌های اون دوره هم ساده‌تر و صمیمی‌تر بود. پیکنیک‌های خانوادگی، دورهمی‌های دوستانه، بازی‌های محلی. مردم با چیزهای ساده بیشتر خوشحال می‌شدن. الان تنوع تفریحات خیلی بیشتر شده، ولی اون صمیمیت و دور هم بودن یه چیز دیگه بود. البته که زندگی تو اون دوره هم مشکلات و محدودیت‌های خاص خودشو داشت و نباید فقط جنبه‌های مثبتش رو ببینیم. ولی یه سری چیزا واقعا بودن که الان دیگه نیستن و یه جور حسرت و نوستالژی رو تو دل خیلی‌ها زنده می‌کنن. شاید بشه گفت یکی از مهمترین چیزهایی که اون موقع بود و الان کم رنگ شده، یه جور امید و آرزو برای آینده‌ای بهتر بود. با وجود تمام مشکلات، یه جور حس پیشرفت و توسعه تو جامعه دیده می‌شد و خیلی‌ها به آینده امیدوار بودن. رفیق، این فقط یه نگاه گذرا بود به یه سری از چیزایی که تو دوره شاه بود و الان دیگه نیست. هر کسی ممکنه خاطرات و حس‌های متفاوتی از اون دوران داشته باشه. مهم اینه که یادمون باشه هر دوره زیبایی‌ها و چالش‌های خودشو داره و زندگی همیشه در حال تغییر و تحوله. این نوستالژی هم یه جورایی نشون میده که ما آدما همیشه به گذشته‌مون یه نگاهی داریم و خاطرات خوبش رو مرور می‌کنیم. امیدوارم این سفر به گذشته برات جالب بوده باشه و یه لبخند نوستالژیک رو لبت آورده باشه. به امید روزهای بهتر در آینده.